سلام دوستان عزیز، مهرداد هستم از کانال سیگنال دیجیت. اه، قصد دارم من بعد میم کوین ها رو و بیت کوین رو براتون تحلیل بذارم. طبق سیستم خودم هست، تقریبا با سیستم مووینگ اوریج ها و تکنیکال کلاسیک و با لاین چارت هم خیلی کار میکنم. مودنگ اگه بریم روی تایم فریم، بریم توی 4 ساعته، حرکت خیلی خیلی عالی زد و حتی روزانه‌شو میتونیم ببینیم. یه موج یک اینجا زد، یه موج دو، تو موج سه هستش هنوز و تو این موج سه تقریبا از این محدوده نزدیک به 600% رشد کرد. خیلی حرکت عالی بود، من سود خوبی ازش گرفتم و هنوزم میتونه تا محدوده 68 سنت هنوز هم جا داره حرکت کنه و بعد وارد اصلاح بشه. هنوز توی کندل ها من چیزی نمیبینم که بخواد از کاهش مومنتوم نشون بده. تو 4 ساعته اصلاحاتی زده، یه اصلاح کوچیک اینجا و یه اصلاح بعدی اینجا. الان همین محدوده رو که براش خط انداخته بودم رد کرده و داره بالای محدوده تقریبا، اگر اشتباه نکنم، روی 29 سنت داره تثبیت میکنه. اگه این محدوده 29 سنت رو تثبیت کنه، فضا بسیار راحت و بازه که تا به سقف تاریخی 68 سنتش بره. از همینجا حدود 127%. عدد خوبیه. پس توی تایم روزانه و 4 ساعته اوکی هستش، مووینگ ها اوکی هستن، فرکتال شکسته شده. هنوز یه مقداری اگه بتونه فرکتال فاصله بگیره خیلی شرایط بهتر میشه. تو تایم 15 دقیقه میریم یه نگاهی میندازیم. 15 دقیقه اولین جایی که باید رد میکرد برای اینکه ادامه مسیر بده محدوده، در واقع اگر اشتباه نکنم محدوده 27 سنت بود. محدوده 27 سنت رو رد کرد، البته زدم یه پول بک ریزم بهش زد و الان بالای 29 سنت تثبیت کرده و داره حرکتشو ادامه میده. میتونیم تایم فریم ها رو ببین. تایم فریم یک موضوع بیشتر حاشیه‌ای هستش. این که شما بتونید کندل مناسب رو در هر تایم فریم پیدا کنین، اون میتونه تایم فریمتون باشه. من میام 30 دقیقه نگاه میکنم. 30 دقیقه کندل فول بادی داشتم، کندل خوبیه، کندل دوم تثبیت کرده و الان کلوز کندل ها رو اگه نگاه بکنین بالای در واقع مقاومته، مسیر بازه، فقط باید اینجا تثبیت کنه. میریم تایم 15 دقیقه و تایم 10 دقیقه. شرایط اوکی، مووینگ ها هم داره باز میشه. کندل هایی که به شما نوید یک حرکت رو میده. میتونه هنوزم شاید بخواد یه اصلاح کوچیکی اینجا بزنه و دوباره انرژی بگیره و کامل خودشو از 29 سنت جدا کنه و بره بالا. امیدوارم این تحلیل براتون مفید واقع باشه و حتما از بقیه میم کوین ها هم به مرور براتون تحلیل میذارم. خوشحال میشم لایک کنید تا من انگیزه پیدا کنم که کلیپ های بیشتری براتون تهیه کنم. موفق و پایدار باشین.